اگر تو بازار، تو همین بازار بندر عباس، تو همین بازار طلافروشی دبی، تو میگم تو باریس گالری، من هر وقت دبی میرفتم چند سالهای قبل که میرفتم دبی، میرفتم باریس گالری. اونجا لوکس ترین تو کشورهای خلیج، هر سال رتبه اول میاره. 600 تا از جوانای خودمون که خیلی لوکسن اونجا اونجا کار میکنن تو مجموعه باریس گالری. جوانایی هستن که باور بکن تو کشو میزشون همونجا تو موبایلشون سخنرانی شیخ زیدایی رحمت الله علیه هست. و یکی از شبها ساعت 12 به بعد تو یک واحدی از من وقت گرفتن، نزدیک به 70 نفر از کارکنان باریس گالری اون شب تا سحر با هم نشستیم که دیگه جا نبود. پس بازار ملعون نیست. گفت راه بازار نشونم بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر رو شنید، عفت نفس عبدالرحمن شنید، دعا براش کرد. گفت عبدالرحمن از جمله اغنیاست. عبدالرحمن میگه من سنگو بلند میکردم، پام به سنگی میخورد، فکر میکردم درهم و دینار گنج زیرشه. آنچنان خدا در باز کرد. اما یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن عوف گفت عبدالرحمن تو از اغنیا هستید، ولی روز قیامت تو سینه خیز و 4 دست و پا وارد بهش میشید. به خدا قرض بده تا قدمهای تو رو باز بکنه، آزاد بکنه که بدوید همراه دوندگان به سوی درهای بهشت. عبدالرحمن این مال تو که یه روزی از اغنیا خواهید شد، سرمایه‌داران، مانع نشه که پاتو لنگان لنگان بکنه، دیگران بدون به سوی بهشت. این مال تو پاتو کند بکنه، حرکت تو کند بکنه. به خدا قرض بده تا پاتو آزاد بکنه. سبحان الله. یک قطعه زمینی فروخت، وقت داره ما رو تعقیب میکنه. یک قطعه زمینی فروخته به 40,000 دینار طلا در اون زمان. همه رو تقسیم کرد بین فقرا و مساکین، حتی به امهات المؤمنین. یک بار 500 تا اسب یک جا برای ارتش اسلام داد. وقتی میگم 500 تا اسب در اون زمان، یعنی 500 تا تانک در این زمان. 1500 تا شتر یک جا تقدیم ارتش اسلام کرد، یعنی 1500 تا نفربر در این زمان. یک روز قافله از شام می آمد، اطراف مدینه گرد و غباری برپا شد، طوفان خاکی برپا شد، اهل مدینه وحشت زده شدن، ام المؤمنین وحشت زده شد. گفت نگاه بکنید طوفانی چی، گردبادی چی. حالا که رفتن که قافله 700 تا شتوری عبدالرحمن ابن عوف از شام داره میاد، از پوشاک و مواد غذایی که نیاز مدینه و حواشی مدینه هست همه بار بود. همه دلالا و تجار پریدن بیرون، گفتن عبدالرحمن این 700 تا شتر مال ما، 1 دینار 10 دینار سود. گفت بیشتر بهم دادن. گفتن 20 دینار 30 دینار 40 دینار 50 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 100 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 200 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفت انصاف هم چیز خوبیه، دیگه چادری تو مدینه نیست غیر از ما، کی به تو 1 دینار یا 1 درهم 200 درهم سود داده؟ گفت بیشتر پرداخت میکنید یا با اون معامله بکنم؟ گفتن ما دیگه حدمون همینه، عاجز شدیم. مال خودت مبارکش باد هر کسی که با تو معامله میکنه 1 به 200 سود میده. گفت من با رب العالمین، و گریه کرد. گفت مادر، به مادرش ام المؤمنین عایشه گفت مادر گواه باش که عبدالرحمن نمیخواد سینه خیز وارد بهشت باشه. در یک روز عیدی و مهرجانی که مدینه در قحطی بود، حتی اون زمام و تناب شترش و پالون شترش هم به خونه نبرد، با شتراش همه بخشید. 700 تا شتر یک جا. اینطوری معامله میکنن. نه حالا تو 2000 تومانی یه نفر گرفته، یه بسته 1000 تومانی، هی آب دهنش میزنه که نها کنه 2 تا 1000 تومانی به هم نچسبیده. خب بچسبه، تو داری خیر میکنی، بذار 10 تا به هم بچسبه، بذار 10 تا به هم بچسبه.
اون آقای مالش بود ولی ما غلام مالمونیم. گریه میکرد. یک روز 50,000 دینار توصیه کرد که توزیع بشه برای هر کسی که در جنگ بدر شرکت کرده بود. هر نفر 400 دینار هدیه داد. حتی عثمان ابن عفان که یک سرمایه‌دار بود اونم اون مبلغ رو گرفت، گفت مال عبدالرحمن مال پاک و حلالیه و طعمه پاکیه، من میخوام از این مال بخورم. خودش سرمایه‌دار بود ولی گفت هدیه چیز دیگه است. در سال 32 هجری اجلش رسید. بعد از این همه ام المؤمنین عایشه میخواست سورپرایزش بکنه. گفت عبدالرحمن در اون لحظاتی که جان میداد گفت که تو کسی بودی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و از تو راضی بود. حجره من و اتاق من که رسول الله صلی الله علیه و آله شوهرم توش دفنه و پدر من ابوبکر و عمر، تو بیا اینجا دفن شو. ببخشید، بله، تو بیا اینجا دفن شو پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر. کی دلش نمیخواد اینجا دفن بشه؟ بری اینجا شرم حیات و یک بعدی که به برادرش به پوستش داده بود عثمان بن مظعون که هر کدوم از ما زودتر مردن برادرش کنارش دفن بشه و همیشه گریه می‌کرد که مبادا حسنات من و ثواب‌های من در دنیا به من داده شده و روز قیامت از دوستانم عقب می‌مانند. پیشنهاد خلافت بهش دادن، جزو 6 نفر بود. گفت اگر کارت بگذارن روی این حلقومم فشار بدن که از اون طرف حلقومم ببره، بهتر از این که من بپذیرم خلیفه بشم. تنازل کرد و حضرت علی بهش گفت از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که درباره تو گفته عبدالرحمن امین در آسمان، در اهل آسمان و امین در اهل زمین، هرچی تو قضاوت کردی من میپذیرم. عبدالرحمن گفت پس عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین بعد از عمر بشه و علی رضی الله عنه اولین کسی بود که بیعت کرد. اما هنگام مرگ در حالی که از اموالش میترسید که شاید روز قیامت از دوستانش اونو دور بکنه، این نسیم خنک این آیه هم نوازشش کرد و جانشو آرام تسلیم جان آفرین کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی که به خاطر رضای خدا انفاق میکنن و منت نمیگذارن در راه خدا، اجرشون نزد خدا ضایع نمیشه و هیچ ترسی و حزنی بر اونها نیست. و جانو تسلیم جان آفرین کرد. درباره عبدالرحمن میگن که اهل مدینه همه شریکش بودن. 1/3 بهشون قرض میداد، 1/3 دینشون و بدهکاریشون رو پرداخت میکرد، دنبال بدهکارا میگشت و 1/3 هدیه بهشون میداد به ارحامش. اونها رو شاد میکرد. هنوز فرصت از دست نرفته. همت بکنید عزیزان من.